مثلا میگه که یک ظرف هسته. گوش کنید که بچه ها همتون. یک ظرف داریم که ظرفی گرمتیش نزکریتی گفته که مقصد که محکمه گرمی نمیگذرانه. گرمتیش نزکریتی گفته که یا که تپلا ایزالی رو گفته که گرمی نگذراننده. یک ظرف گرمی نگذراننده داریم. این پورشن هم خیلی سبکه و گرمی نمیگذرانه. در بالای این پورشن، در زیر پورشن گاز आहे و در بالای پورشن فشار واکوم आहे. خلاصه فشار نول یعنی در بالای پورشن دو تا جسمی مساحتشون برابر یعنی دو تا بوری یک فلک گذاشته. حرارت در زیر یعنی همین پورشن گاز 1 مول گاز आहे با حرارت اول در T نول आहे. گاز یک اتم आहे. گاز یک اتم در زیر در اینجا جایگیر आहे یعنی این برابر 3 आहे. الان چیز داده میگه که یکی از همه بورها رو میگیرن بعد یکم مدت وقت بعد یک وقت بو میمونن نبردن. حرارت میگه چی خیلی میشه. الان بعد یکم مدت میگه همه چیزش هم به اعتبار گرفتن در یعنی یک از بورها رو میگیرن. میدونید که وقتی که یک از بورها رو میگیرن نه بور ممکنه انیقا با یکم مسافت بالا میره. با یکم مسافت بالا میره و وقتی که در حالت موازنتش میآید باز بوری که گرفتگی بدن و برعکس میمونن و بعد باز پایین میره. نامعلوم چقدر پایین میره یعنی همون قدری که بالا رفته و همون قدر پایین میره یا که یکم قدر دیگر پایین میره. حرارت میشه یکم تی. حرارت میشه یکم تی یک. الان تی یک هم باید یابیم. فهمو؟ انا یک چیکار میکنیم؟ ما اینجا چی را استفاده میبریم؟ ما از اینجا خیلی از مدل حالت گاز استفاده میبریم. پی برابر RT نیومون یکایی کو. بعد میگه که همین گاز یعنی ما میدونیم که اگر این دیوال‌های ظرف تپلا ایزالی روانی باشن یعنی حرارت نگذرانن پس همین سیستم پورشن هم حرارت نمیگذرانن. پس سیستممون میشه که سیستمای سربست که با بیرون مبادله گرمی نمیکنه یعنی مبادله گرمی نول. همین روان چیه؟ ادیاباتی आहे. ادیاباتی आहे. ادیاباتی از همین استفاده میبریم. بعد باز از شرط های موازنت استفاده میبریم. شرط های موازنت خیلی انا که رفتیم یکم چخیل میشه. اول عرض کردیم که این حالت اوله های این پورشن در اینجا بود با یکم مسافه پورشن میکشه همین قدر نمیدونم میگیم یکم اش. اول در اینجا می نویسیم که فشار اوله را میگیم پارامترهای اوله را در اینجا سه حالت داریم. حالتی که سیستم همه خیلی هسته، حالت دیمگی حالتی که سیستم بالا میروه یک تکتی یک مساقتی. سوم حالتی که با دیمگیش همه مونانه با ابرد موازنت میآید. موازنت رونویسی پنیدونه tak اولش همون P0 V0 میگیم. دوم حالت PV T میگیم پارامترش. سوم حالت که ما باید بیاوریم P1 V1 T1 یعنی اول در P0 برابری 2mg تقسیم S. اگر برای پورشن شرط موازنت بنویسیم فشاری که از زیر پورشن از طرف گاز با پورشن تاثیر میکنه با فشاری که انا همین دو تا گاز با پورشن تاثیر میکنن با همین فشارها باید برابر باشن. یعنی فشاری گاز P0 برابره با فشاری که دو تا ماسه با از بالا با پورشن تاثیر میکنن. 2mg تقسیم SS مساحت پورشن. انا این شرط موازنت ہے برای اول. از ما گفتیم که شرط های موازنت استفاده میبریم. در لحظه ای که اینجا میآید جسم
در لحظه که یعنی پورشن با موقع دیگهش میاد درجه یک تماسه یعنی فشار درجه فرض کردیم که P میشود P برابری 1 mg تقسیم S 1 mg تقسیم S یعنی در حالت دیگه میشود P برابری 1 mg تقسیم S انا که بیاین قانون یکم ترمودینامیک را استفاده میبریم قانون یکم ترمودینامیک استفاده میبریم ما میدونیم که دلتا او جمع A برابر 0 برای روند ما به معادله گرمی ادیاباتی یعنی دلتا او چی میشه 3 تقسیم 2 r حرارتی که در آن همیشه وقتی پورشن در حالت دیوم میوید حرارت سیستم میشه که یکم T طرحی حرارت اوله T0 آخر طرح اوله برابری تجربه انرژی داخلی دلتا او جمعی انا کنم کاری ما چقدر میشه کاری گاز هنگامی وسیع شوی از میدونیم که روند ادیاباتی که باشه کاری گاز هنگامی وسیع شوی میشه پی وی داره اگر که قین میشه اینتگرال قطعی ممکن بیاره میشه اگر قین میشه برای همون ما میگیم که کاری گاز هنگامی وسیع شوی این برابر با مینوسی کاری قواهای بیرونه یعنی گاز مقابل قواهای بیرونه کار اجرا میکنه برای هم کار گاز هنگام وسیع شوی برابری با مینوسی کار قوای بیرونه اینجا چیه قوای بیرونه اینجا قوای وزنیه که قوای وزنی با ان همه یک تبار وقتی ما یک گرفتیم یک تاشا کاری که گاز اجرا میکنه برای برداشتن یک تای ان همه بارها به طرف بالا روانه هست یعنی قوای وزنی سمتش پایان جسم باشه طرف بالا کشیده است یعنی کار قوای وزنی منفی است از کار گاز باشه مثبت است یعنی گاز به طرف بالا تاثیر کرده جسم به طرف بالا رفته است یعنی کار گاز ما میشه که mgh یعنی اش که ما اشاره کردم برابر 0 خدام میتیم ما گفتیم که کار گاز هنگام وسیع شوی ای برای برداشتن ان همه باری ماسش m و بلندی h صرف میشود یعنی کاری گاز میشود که mg ضرب h و ما mg را از این فرم آوردیم mg برابر ps میشه گذاشتیم یعنی کاری گاز هنگام وسیع شوی در حالت اول میشه mgh در جای mg موندیم psh برابر 0 و آن اکنون ما یک بار دیگه را مینویسیم 3 تقسیم 2 rt برابر 0 قانونی هم یکم ترمودینامیک کردن هستیم کیومون 0 جمع گفتیم که روند ادیاباتی برای همون تغییرات انرژی داخلی جمع کاری وسیع شوی گاز برابر 0 یک بار دیگه همین را مینویسیم فقط در جای p از فرمولای کلیپرون مندلیف ای پی برابر rt برای 1 مول مینویسیم در جای p میمونیم rt تقسیم v t و v حرارت و حجم گاز در حالتی که گاز در حالت دیمی موازنتی T و V یعنی حرارت و حجم گاز در حالت دیمی موازنتی می باشند و در جای H ما موندیم که حجمی در جای SH در جای P گذاشتیم RT تقسیم V در جای SH ما گذاشتیم که SH یعنی تغییرات حجم دلتا V ای برابر با V اخیره تحت V اوله برابر 0 و آن اکنون باز ما دو بار دیگه نمی‌نویسیم همه را یعنی برای حالت یکم هم می‌نویسیم کلیپرون مندلیف و معادله‌اش برای حالت اول می‌نویسیم T0 V0 برابر RT0 درجه ورود میکنیم در جای V میبروید جوابمون 3 تقسیم 2 R ولی یکم قدم مسئله ما تو این اینجا انالیز کردیم با بعدی با جسمی که اینجا گرفتن با برعکس چی میگن عبارت نمیموننش بعد با پایان اومدن میگیره با اونجا انالیز قسم دیگه مسئله با انالیز میکنیم 3 تقسیم 2 R T طرح T0 R رفت 3 تقسیم 2 R اختصار میشه نگاه کنیم T طرح T0 جمعی اینجا می نویسیم که T این را داخل قوس می داریم میشه یک طرح V0 تقسیم V هم که میشه یعنی R اختصار شد T را موندیم V پایانی یا مخرج یا درست یک طرح V0 تقسیم V0 تقسیم V را از آن می اومد یو کنیم اینجا می نویسیم با P0 V0 برابر R T0 برای که V0 تقسیم V را بیاوم ما چیکار میکنیم
من این معادله را باید تقسیم میکنم. میشه P0 V0 تقسیم PV. اینا V0 تقسیم V علاقه پیدا شد. اینا برابری R اختصار میشه T0 تقسیم T. انا اینجا ما چیکار میکنم؟ ما P0 تقسیم P را این طرف میبرم، ضربی P تقسیم P0 میشه. هم خیر. و P مون چیه؟ P مون یک mg تقسیم S است. P0 مون 2 mg تقسیم S. ما میدونیم که P0 مون برابر 2 P است. تمام؟ یعنی اینجا یک تقسیم 2 میشه. یک تقسیم 2. در آن جای میمونیم. در جای V0 تقسیم V میمونیم که T0 تقسیم 2T. T0 تقسیم 2T. انا این قوس را میکشیم T را میوبیم. برابر 9. 3 تقسیم 2T مینوس 3 تقسیم 2T0 برابری این را اون طرف میگذرونم یک برعکس میشن یک بیو برابر جمع T طرح T0 تقسیم 2 برابر 9. انا 3 تقسیم 2T داریم، اینجا 1T داریم، یعنی 1 نیم T جمع 1T میشه 2 نیم T. 3 تقسیم 2 پلس 1 میشه 5 تقسیم 2T طرحی 3 تقسیم 2T0 داریم، با طرحی 1 تقسیم 2T0 داریم، یعنی مینوس با قطعی مینوس باید مینوس دیگه میشه. 1 نیم جمع نیم چه میشه؟ 2 طرح 2T0 خیلی برابر 2T0. تیره ما یوبیم اگر چی میشه؟ تیره یوبیم اگر 4 تقسیم 5 T0. انا که چی خیلی که ما هم جمعی همین را اجرا کردیم مثل همین، فقط با یک بار دیگه چی میکنیم؟ در اینجا اوجه گاز اینجا یک تموندگی های یک تا دیگهش میمونن. این اینجا میوید در اینجا اوجه دو تماسه های در بولوش، یعنی همون چیزی که گرفتن این قیس دادن، این موزنیت اومد با عبرت نموندنش حرارت علاقه در اینجا ما می نویسیم با برای حالت یکم می نویسیم که حالت برای اینجا حالت یکمون این همی P برای ام جی تقسیم S میشه. برای اینجا این حالت دیگه بود، برای اینجا حالت یکم اینه بود، یعنی P برابر با همین چیز ام جی تقسیم S و یعنی این همیشه باید دیگه می نویسیم. پارامترهای علاقه اخیره را ما با P1 V1 و T1 اشاره میکنیم. اما یعنی پارامتر P0 V0 T0 داشتیم، اینجا PVT اینجا P1 V1 T1 می نویسیم با هم خیلی. از بس گاز اتمی این تقسیم 2 نیست 3 تقسیم 2 می نویسیم، در حال 3 تقسیم 2 R T اخیره من چیه؟ T1 T که در حالت اوله بود T برای اینجا برای قدم دوم جمعی کاری واسه شوی گاز در جا. نگاه کنید کار گاز چی میشه؟ یعنی کاری گاز هنگامی فشرده شوی گفتیم چه؟ отрицательное. Работа газа при сжатии это отрицательное. Понятно, да? Вот ты что фамилия? Она джами. Ина я говорю аши штрих. Аши штрих. نگاه کنیم وقتی ما یک طرح میمونیم که دو تا ام جی میشه، همین دو ام جی کار قوای وزنی چی میشه؟ دو ام جی اشتریخ رابطه سیلا تیاجسی میشه 2 ام جی اشتریخ. انا نه که رابطه گاز ما میشه مینوس 2 ام جی اشتریخ. اما برای که رابطه گاز راونو مینوس رابطه سیلا تیاجسی از ما گفتیم دوباره، یعنی منفیه مینوس 2 ام جی اشتریخ. بس در حال در جای ام جی چی میمونیم؟ پی اس. در جای ام جی چی میمونیم؟ پی اس. ما گفتیم که در حال در جای ام جی با هم پی اس هم میمونیم. این چیه؟ این تقریبا انرژی داخلی جمعی خیلی منفی بود برام ترسید کاری گاز برابر 0. انا ما گفتیم که در حال در جای ام جی چی میمونیم؟ پی اس.
و ما گفتیم که اس اش اشتریخ رنگ همونجا چیکار گفتیم که اس اش اشتریخ اینه حجم طرح اینه حجم از درجه اس اش اشتریخ این میشه اینمی دلتا و این میشه حجمی که بود و اینه مینوسی و یک هم خیر 3 تقسیم 2 ار ت یک طرح ت مینوسی 2 پ منچی ار ت تقسیم و تجربه پی کلیپر من رلیف اس اشمون چیه؟ اس اشمون ای و طرحی و یک هم خیلی انا نه پی اینم جا او پی یک او اما پی یک جا وارد نکردیم انا نکی اوزی وارد میکنیم نکی وارد نکنیم در کنیست برای که میدونیم که پی یک مون 2 پی های برابر پی 0 های برای که پی یک مون هم با چه؟ با همون چی؟ فشاری گاز یعنی با پورشن تاثیر میکردگی 2 تماثره میبردوره خوبای همین فشار همون 2 ام جی یعنی ما میتونیم نویسیم که پی یک برابر 2 ام جی تقسیم اس با همین با مدر و در کره تو و در کره مدر یعنی و یک در کره هم و یک رنگی چه که اینجا اجرا کردیم هم خیلی میکنیم ایرو اختصار میشه 3 تقسیم 2 ت یک مینوسی 3 تقسیم 2 ت مینوسی نگاه کنید نکن 2 ت در قوس داریم یک طرحی و یک تقسیم و برابر اینو انا و یک تقسیم و را ما با از انا همین چه که در جای استفاده بردم میوم و یک تقسیم و ما داریم پی یک و یک برابر ار ت یک ما داریم پی 0 و 0 برابر ار ت 0 اینه پی و برابر ار ت موضوع اوجه قدمی دیم داریم و با ما در کار و یک تقسیم و برای همون اینه مدل رو باید تقسیم میکنیم میشه که و یک تقسیم و پی یک تقسیم پی چی میشه؟ 2 برابری ایرو میروند ت یک تقسیم ت همینجا خطا نکردیم درست انا که و یک تقسیم و را میویم این میشه که ت یک تقسیم 2 ت در جا میمونیم تموم 3 تقسیم 2 ت یک طرح 3 تقسیم 2 ت یک کبره ضرب میزنم طرح 2 ت جمعی 2 ت ضرب ت یک تقسیم 2 ت چی میشه؟ 2 ت ضرب ت یک تقسیم 2 ت 2 ت با 2 ت میروه برابر 0 انا 3 تقسیم 2 ت یک اینجا جمع 1 ت یک چند میشه؟ 5 تقسیم 2 ت یک طرح 3 تقسیم 2 ت مینوسش با مینوسی 2 ت این میشه که 7 تقسیم 2 هم خیلی برابر 0 یا که برابر همین چیز یعنی اینا پیش اون طرف برابری بودن پیش 0 انا از همینجا ما ت یک هم میوبیم و فیلم سوال دا گفته که حرارت چقدر میشوانه و چقدر تغییر میوبه گفته اما ت یک اگر یافتیم چی میشه 2 اختصار میشوان 5 ت انا که در جای ت چی میگذاریم انا ایره 7 تقسیم 5 ضرب 4 تقسیم 5 برابری 7 تقسیم 5 ضرب ت منچه 4 تقسیم 5 ت 0 یعنی ببینید که دمو یک اینفورماسیا معلومات تمام اینفورماسیا بسیار اینفورماسیا که تپلایزالیر و نیستود ادنا اتم نیست گاز یک اتم ظرف در میره نمیگذرونه 1 مولای نه که فقط یک چیز دادگه که تینول دادگه ما با واسطه همون تینول باید ببینیم که چقدر گرم میشه هنگام همین روانده اجرا کردن یعنی ت یک برابر 7 تقسیم 5 این چی میشه چند میشه 28 تقسیم 25 تینول انا ما حرارت اخیره با واسطه حرارت اوله استفاده کردیم این میتونه که علاقه جواب باشه و اگه دلتا ت اگر بیایم ت یک طرح تینول 28 تقسیم 25 تینول طرح تینول یعنی 28 تینول طرح 25 تینول 3 تینول تقسیم 25 3 تقسیم 25 هم خیلی